سلام به همه دوستان و همراهان مطلب پلاس به هفتمین پروژه از مجموعه چالش 10 پروژه در مطلب خوش آمدید. توی این پروژه قصد داریم حرکت یک پاندول معکوس رو در محیط سیمولینک مطلب شبیه سازی بکنیم. خب طبعا در محیط سیمولینک ما به حل معادلات دیفرانسیل و معادلات حرکت این پاندول میپردازیم و سعی میکنیم خروجی اون که در واقع میشه حرکت پاندول رو داشته باشیم و در نهایت سعی میکنیم نتایج رو از محیط سیمولینک به ورک اسپیس مطلب ببریم و اونجا بتونیم انیمیشن سازی حرکت رو که منجر به حرکت در واقع دورانی اون پاندول میشه رو در محیط مطلب داشته باشیم. توی این پروژه یه پاندول معکوس در نظر میگیریم. خب معادلات حرکتش خیلی ساده است. از اطلاعات فیزیک هم میتونیم اونها رو استخراج بکنیم و خب طبعا معادلات دیفرانسیل رو بعد از اینکه استخراج کردیم یه روش ساده پیدا میکنیم برای حل کردن اونها که اگر توی مطلب میبودیم و میخواستیم از معادلات دیفرانسیل استفاده بکنیم طبیعتا از OD45 استفاده میکردیم که در چالش قبلی داشتیم این مورد رو و با استفاده از اون حلگر مطلب حلش کردیم. اما این بار میخوایم توی محیط سیمولینک با استفاده از بلاک انتگرال گیر این کار رو انجام بدیم. یعنی میایم روی معادلاتمون دوبار انتگرال گیری میکنیم و خب طبیعتا این ما رو از معادلات شتاب به معادله حرکت میرسونه. و توی این شبیه سازی ما اثر استحکاک اون پینچ یا اون لولایی که در واقع این پاندول به اون پینچ شده رو در نظر میگیریم. یعنی یک بار فرض میکنیم که هیچ استحکاکی وجود نداشته باشه، کاملا ایدئال باشه و خب بعد از اون در نظر میگیریم که مثلا یه دمپری داشته باشیم یا به طور کلی ترم استحکاکی داشته باشیم که خب طبیعتا این استحکاک باعث میشه که پاندول ما بعد از یه مقدار نوسان در اون زاویه صفر خودش پایدار بشه، یعنی در اون شرایط اولیه خودش پایدار بشه. خب عرض کردم سعی میکنیم انیمیشن سازی حرکت پاندول رو هم داشته باشیم. نکات و ابزارهایی که توی این پروژه بهشون نیاز داریم و طبعا یاد میگیریم، خب آشنایی با کدنویسی در مطلب هست، سیمولینک مطلب. خب آشنا میشیم هم با محیط سیمولینک هم بحث حالا بلاک های مهمش رو داریم و در نهایت خروجی گرفتن از سیمولینک که این هم مورد خب بسیار مهمی هست. بتونیم نتایج رو از سیمونیک ببریم به مطلب و بیایم انیمیشن سازی داشته باشیم روی نمودارها. خب در ابتدای کار من سعی میکنم معادلات حاکم بر این مسئله رو که یه پاندول معکوس هست رو بیایم استخراج بکنیم. خیلی معادلات ساده، این هم از فیزیک دبیرستان هم اینا رو ما ممکنه به خاطر داشته باشیم، ولی خب من سعی میکنم به صورت معادلات دیفرانسیل اینها رو بازنویسی بکنم که بعد ببریم توی سیمبولینک و با استفاده از انتگرال گیر اونها رو حل بکنیم. خب یه شکل خیلی ساده ما داریم معمولا به این صورت که این اگر زاویه راستای قائم باشه ما معمولا یک جرم توپری به اندازه m رو به این صورت در نظر میگیریم که خب این از این بالا در واقع لولا شده و این میتونه حول این زاویه در واقع نوسان بکنه. این زاویه رو هم از اینجا به این سمت مثبت میگیریم که به اندازه تتا باشه. خب طبیعتا طول این رو میتونیم مثلا با L در نظر بگیریم که طول در واقع پاندول هست، طول اون تناب هست. جرم هم از نوع جرم متمرکز هست، یعنی جرم نقطه‌ای هست. بنابراین اگر ما بخوایم معادلات حرکت این جرم M با این تناب L رو که عملا یه پاندول رو شکل داده حول این نقطه O بنویسیم، اگر فرض بکنیم که این نقطه O هست، خب میدونیم که از در واقع روابط فیزیک میگفتیم سیگما F مساوی بشه با MA که این مربوط به در واقع حرکت‌های خطی بود. یعنی ما جایی که نیروهامون به صورت خطی عمل میکردن و شتاب به صورت خطی بود. اما همین رو اگر تعمیم بدیم میتونیم بگیم که مجموع گشتاورها یا بگیم سیگما M حول یک نقطه مشخص مثل O برابر میشه با جرم دورانی یعنی I در الفا که الفا همون شتاب دورانی هست. عملا این همون F هست که معادلش اینجا شده M. I در واقع معادل جرم هست که در حرکت های دورانی ما عملا جرم آی رو داریم، یعنی اون لختی جسم که عملا با آی نشون داده میشه معادل با همون جرم هست در حرکت های خطی و آلفا رو داریم که معادل با شتاب مستقیم A هست. خب اگر گشتاورگیری بکنیم حول نقطه او، خب میدونیم که ما اینجا در این جرممون این یه نیروی mg به سمت پایین داره. اگر g رو به سمت پایین در نظر بگیریم خب ما طبیعتا یک mg به سمت پایین خواهیم داشت که اگر بیایم اینها رو در این سیستم مختصاتی که عمود و در واقع همراستا با این طناب باشه بخوایم تصویر بکنیم، میتونیم بگیم که این mg در واقع یک ترم به این صورت خواهد داشت و یک ترم هم به این صورت.
این ترمی که عمود هستش بر طول طناب طبیعتا میشه mg. این ببینید این زاویه تتا هست، طبیعتا پس این میشه mg در سینوس تتا. و این ترمی که موازی هستش با طول طناب میشه mg در کوسینوس تتا. میدونیم که این زاویه اینجا عملا همون مقدار تتا هست، بنابراین با این ضرب در کوسینوس به این در واقع بردار میرسیم و در سینوس اگر ضرب بکنیم به این بردار. خب ما با استفاده از رابطه بالا که مربوط به گشت آورگیری هستش میدونیم که الان ام جی کوسینوس تتا هیچ گشت آوری حول او نداره عملا، چون دقیقا از همون نقطه داره میگذره. اما ترم ام جی سینوس تتا با توجه به اینکه بازوی گشت آورگیریش ال هست میتونیم بگیم که ام در جی در ساین تتا این ضرب بشه در یک ترم ال بایستی مساوی بشه با خب اون جرم دورانی یا اون در واقع اینرسی این جرم اگر بخوایم بگیم. خب میدونیم که یه جرم نقطه‌ای هست نسبت به نقطه O میشه ML2، یعنی جرمش در فاصلش به توان 2، بنابراین ما خواهیم داشت M در L به توان 2. خب این بایستی ضرب بشه در آلفا. آلفا هم که شتاب در واقع زاویه‌ای هستش. شتاب زاویه‌ای رو با توجه به اینکه ما اینجا تتا رو داریم میتونیم بگیم که این هستش تتا دابل دات، یعنی مشتق دوم تتا. تغییرات تتا میشه سرعت و تغییرات سرعت میشه شتاب. خب با ساده سازی L و M در طرفین ما میتونیم به این رابطه ساده دست پیدا بکنیم که در واقع تتا دبل دات به اضافه G الوم در سینوس تتا مساوی میشه با صفر. خب این رو ما در دبیرستان هم داشتیم، اما خب توی دبیرستان طبیعتا با تتا دبل دات نشونش نمیدادیم و احتمالا سینوس رو هم به صورت خود تتا در نظر میگرفتیم که اگر بخوایم این ساده سازی رو انجام بدیم میتونیم بگیم که خب این مثلا یه تتا دبل دات به اضافه یه جی الوم در تتا هست و این برای حالتیه که ما بخوایم سیستم رو به صورت خطی در نظر بگیریم، یعنی بگیم این مقدار انحراف زاویه تتا به قدری کوچیک هست که بشه از هم‌ارزی در واقع تتا هم‌ارز با سینوس تتا استفاده کرد. ولی الان بحث ما این نیست، ما میخوایم خیلی کامل و کلی این مسئله رو در نظر بگیریم و حتی زاویه‌های بزرگ رو هم بتونه حل بکنه، بنابراین خود ترم سینوس رو در نظر میگیریم. خب عملا ما با یک معادله دیفرانسیلی مواجه هستیم که مرتبه دوم هست، متغیرش در واقع مستتر هست که اون متغیر t هست و خب ضرایبش ثابت، ترم غیر همگنی نداره. یعنی عملا ما یک محرکی که از خارج بخواد به این سیستم نیرو وارد بکنه، مثلا گشتاوری باشه، موتور داخلی باشه، نداریم. یه معادله دیفرانسیل خیلی ساده است، میتونیم این رو بیایم با ساده سازی و اون تغییر متغیری که معمولا برای این سبک از معادلات میگیریم حلش بکنیم. اگر موافق باشید من میام یک متغیری در نظر میگیرم به اسم تتا 1. میگم تتا 1 باشه خود تتا و تتا 2 باشه مشتق تتا، یعنی تتا دات. این تتا دات یعنی مشتق تتا نسبت به زمان. خب از اینها میتونیم نتیجه بگیریم که تتا دات 1 بنابراین این تتا دات 1 میشه چی؟ یعنی مشتق تتا دات 1 میشه تتا دات که عملا میشه تتا 2 و تتا دات 2. خب ببینید ما اگر از تتای 2 مشتق بگیریم اولا میشه تتا دات مشتقش، پس میشه تتا دبل دات. این میشه تتا دبل دات. تتا دبل دات رو از این بالا اگر بخوایم استخراج بکنیم میتونیم بگیم که تتا دبل دات مساوی میشه با منفی جی الوم در سینوس تتا. پس این مساوی میشه با، اینو میتونیم اینجا حذفش بکنیم، بگیم که این مساوی میشه با منفی جی تقسیم بر ال در سینوس تتا که این تتا هم اولا همون تتا 1 هست، چون گفتیم که تتا 1 برابر با تتا است. خب ما با این تغییر متغیر خیلی ساده عملا از یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم رسیدیم به دو تا معادله دیفرانسیل مرتبه اول. معادله دیفرانسیل اولی اینه که آقا تتا دات 1 مساوی با تتا دات 2. خب این رو میتونیم حل بکنیم. معادله دیفرانسیل دوم میگه که تتا دات 2 هم برابر میشه با منفی جی الوم سینوس تتا 1. خب عملا این یک دستگاه معادلات دیفرانسیل هستش که اینها با هم در واقع ارتباط دارن. خب با توجه به اینکه اون معادله دیفرانسیل اولیه مرتبه 2 بود و ما نمیتونستیم هم مستقیما دو تا انتگرال روش بگیریم، شکستیمش به دو تا معادله دیفرانسیل مرتبه 1 و اینها رو میتونیم در سیمولینک با یک انتگرال گیر به راحتی حل بکنیم. یعنی کافیه من بیام یه انتگرال گیر بذارم، بعد خروجی اون رو باز دوباره یه انتگرال دیگه ازش بگیرم تا بتونیم با این معادلات رو شبیه سازی بکنیم. پس وارد نرم افزار مطلب میشیم
و سیمولینک رو باز میکنیم. اینجا بلانک مدل رو من میزنم. خب توی این محیط با کلیک روی لایبرری بروزر ما میتونیم به لایبرری در واقع سیمولینک دسترسی داشته باشیم و از همین مورد اول که خود سیمولینک هست و کامنلی یوز بلاک میتونیم اون بلاک هایی که نیاز داریم رو برداریم. خب با توجه به اینکه ما معادلات دیفرانسیلمون رو نوشتیم و دیدیم که ما اینجا ترم منفی جی الوم در سینوس رو داریم. خود این منفی جی الوم در سینوس اگر ضرب بشه میشه تتادات دو، یعنی این بایستی وارد یک انتگرال گیر بشه. کل این که حساب شد که عملا از این محاسبه این انتگرال ما به تتا دو میرسیم، یعنی بعد از اینکه این رابطه انتگرال گیری بشه ما به تتا دو میرسیم. تتا دو هم دوباره باید انتگرال گیری بشه، چرا؟ چون این طرف ما تتادات یک رو داریم تا برسیم به تتا یک. خب پس من این رو میام یه بلاک در واقع سینوس اضافه میکنم که اون رو ضرب میکنیم در منفی جی الو و بعد انتگرال میگیریم و بعد دوباره انتگرال میگیریم و میشه پاسخ نهاییمون. میتونیم از این محیط بالا سرچ بکنیم هر بلاکی که نیاز داریم رو به راحتی سرچ بکنیم. مثلا من بلاک سینوس رو چون نیاز دارم و این میدونیم که سینوس در مجموعه در واقع مثلثات، بلوک های مثلثاتی قرار گرفته، سرچ میکنم تریگونومتریک که حالا خودش پیشنهاد داد. یه اینتر میزنیم. ببینید اولین موردی که آورد تریگونومتریک فانکشن هست، اینو من کلیک راست و اد تو بلاک میزنم که خب تابع سینوس هست، میتونیم یه مقدار بزرگترش هم بکنیم. خب این تابع سینوس رو ما داریم. از این سینوس یه خروجی میگیریم، این باعث بیاد ضرب بشه در منفی جی الوم، چون ما داشتیم منفی جی الوم ایکس و برای این کار خب از بلاک گین استفاده میکنیم. اگر برگردیم به این لایبرری، گین رو اینجا من دارم میبینم، اینو میاریم و به عنوان یک سیگنال توی این منفی جی الوم رو میذاریم. خب منفی جی الوم رو میدونیم، میشه گفت مثلا منفی 9.81 تقسیم بر ال که حالا ال رو میتونیم یک در نظر بگیریم. اوکی رو میزنیم. این الان میشه ضرب سینوس در منفی جی الوم. اون مقدار منفی رو هم که گذاشتیم دیگه، اون منفی اینجا وجود داره. خب این رو ما دیدیم در پاورپوینت که این بایستی منفی جی الوم در سینوس یه انتگرال ازش گرفته بشه تا ما برسیم به در واقع تتا دو. پس این رو من سیگنال خروجی این رو میبرم به یک انتگرال گیر. اینجا میتونیم باز انتگرال گیر رو هم با اینتگریتور سرچ بکنیم یا اینکه در همین کامل یوز بلاک اینجا داریم این رو میبینیم، این رو بس میگیریم و اد میکنیم به این مدل خودمون. این میشه در واقع مدل سازی این رابطه اخیر. اینجا داشتیم تتادات دو مساوی با منفی جی الوم سینوس تتای یک. اما در نظر بگیرید که ما هنوز تتای یک رو به عنوان ورودی به این بلاک سیمولینک ندادیم. این هنوز ورودی این مشخص نیست، چون میدونیم که ورودی این بایستی تتا یک باشه و عملا ما هنوز تتا یک رو نداریم. بعد از اینکه این محاسبه بشه ما بایستی بیایم دوباره یه انتگرال بگیریم تا تتا یک عملا مشخص بشه، چون میدونیم طبق رابطه‌ای که اینجا داریم، طبق این رابطه تتادات یک برابر با تتا دو. پس اگر انتگرال بگیریم از طرفین، تتا یک برابر میشه با انتگرال تتا دو. پس توی همین بلاکی که داریم خروجی این رو دوباره یه انتگرال گیر میذاریم، این رو هم وصل میکنیم، دوباره یه انتگرال گیر دیگه. و خب میدونیم خروجی این انتگرال گیر دوم عملا مقدار تتا یک هست که تتا یک همون تتا بود. پس این رو برمیداریم میاریم به عنوان ورودی میدیم به این سینوس. اینا میتونیم بیاریم بالا به این صورت. خب الان ورودی سینوس اولا همون تتا یک هست که خب خودش در واقع یک پاسخ مسئله هست و میتونیم این در حقیقت سیگنال خروجی از این انتگرال گیر دوم رو بیایم در محیط اسکوپ، در بلاک اسکوپ رسمش بکنیم. یه مقدار اگر بیایم پایین اینجا اسکوپ رو داریم میبینیم. من اسکوپ رو میارم و خب یه سیگنال از این میگیریم، یعنی یه شاخه از این رو میگیریم میدیم به اسکوپ. حالا میتونیم اینجا روی ران کلیک بکنیم تا ببینیم که این مسئله به چه صورت حل میشه. کلیک میکنیم روی اسکوپ، چون مسئله حل شد و مقدار زمان رو هم 10 در نظر گرفتیم. خب ببینید الان مسئله روی خط صفر وجود داره، چون اولا پاندول ما هیچ شرایط اولیه‌ای بهش ندادیم. میدونیم که شرایط اولیه توی بحث ریاضیات موقع انتگرال گرفتن به وجود میاد. انتگرال اول رو که داریم میگیریم، خب الان ما داریم به بحث سرعت میرسیم، یعنی سرعت اولیه چقدر باشه که اینیشیال کاندیشن اینجا صفر هستش و ما سرعت اولیه نداریم برای پاندولمون. اما انتگرال دوم رو که داریم میگیریم، پاندول در نظر میگیریم که پاندول یه مقداری انحراف داشته باشه از اون حالت اولیش. مثلا میایم مقدار 1/10 رو وارد میکنیم، میگیم که این به اندازه 1/10 از حالت اولیه خودش انحراف داده شده. این رو دوباره ران میکنیم و صبر میکنیم حل بشه و روی اسکوپ کلیک میکنیم. ببینید
الان به راحتی ما داریم این نوسان پاندول رو می‌بینیم که از 0.1 اومده تا -1 دوباره رفته 0.1 و الی آخر. خب این با فرض این هستش که سیستم ایدئاله، یعنی هیچ اصطکاک و در حقیقت مثلا دمپری توی سیستم وجود نداره و خب تا بی‌نهایت بایستی این دامنه بلافاصله پشت سر هم توی مثبت و -1 تکرار بشه. اما اگر بخوایم یه مقداری به واقعیت این رو نزدیک بکنیم، طبیعتا بایستی بیایم اصطکاک اون لولا رو هم در نظر بگیریم. یعنی طبیعتا ما در محیط واقعی خودمون اگر مثلا یک گلوله رو با یه طناب ببندیم به یه مثلا نقطه‌ای و این رو از یه زاویه رها بکنیم، بعد از اینکه چند بار نوسان کرد طبیعتا دیگه فیل میشه. یعنی عملا در اون نقطه پایداری خودش که همون زاویه 0 درجه هست دیگه ساکن میشه. بنابراین ما بیایم این ترم در واقع اصطکاک رو هم به معادلاتمون اضافه بکنیم، ببینیم اون وقت چه اتفاقی میفته. اگر برگردیم به پاورپوینت، ما اینجا این معادله دیفرانسیل خیلی ساده رو حل کردیم که حالا اگر اجازه بدید من این اسلاید رو یه اسلاید جدید بیارم یا اینو کلا کپی بکنیم. ببینید این حالت بدون اصطکاک یا بدون دمپر بود، پس این میشه بدون هیچ گونه اصطکاک. اما اگر ما بخوایم ترم اصطکاک رو هم به این معادلات دیفرانسیل اضافه بکنیم، میدونیم که معمولا ترم اصطکاک با سرعت در واقع رابطه داره. پس میتونیم بیایم حالا اینو ما یه پیش‌فرضی از فیزیک و در واقع دینامیک هم داریم و خب الان چون بحثمون فعلا بیشتر بحث استیمولینگ و مطلب هست، خیلی نمیخوام وارد اینجور موارد بشم. خیلی ساده اگر بخوام بگم اینه که ما ترم اصطکاک رو معمولا با یک ضریبی از سرعت توی معادلات حرکت اضافه میکنیم. پس میتونیم بگیم که این معادله به این صورت در میاد که تتا دبل دات به اضافه یک ضریبی مثلا b در تتا دات که این همون سرعت هستش، به اضافه همین ضریب جی الوم در سینوس تتا و این مساوی هستش با 0. خب عملا اگر b 0 باشه خب ما هیچ اصطکاکی نداریم و اون چیزی بود که تا الان داشتیم. اما اگر b مقدار داشته باشه و هر چقدر بزرگتر باشه طبیعتا سیستم سریعتر دمپ میشه، چون این به نوعی داره مقاومت میکنه با حرکت این در واقع پاندول. حالا افزودن این ترم بی تتا دات چه تأثیری در معادلات ما داره؟ اگر دقت بکنید من رنگ این رو عوض بکنم. اگر دقت بکنید ما اینجا فقط کافیه که بیایم منفی یک b در تتادات رو اضافه بکنیم. خب تتادات اینجا خیلی معنی نداره، بایستی به جای تتادات بگیم تتا 2. یعنی شما در نظر بگیرید که کل این ترم و این ترم رو ببریم سمت راست، طبیعتا ما علامت منفی پشت این جی الوم و منفی بی خواهیم داشت. پس خواهیم داشت منفی بی در تتا دات منهای جی الوم در سینوس تتا که خب میدونیم تغییر متغیر گرفتیم، تتا دات تبدیل میشه به در واقع تتا 2 و این سینوس تتا تبدیل میشه به سینوس تتا 1. پس عملا ما خواهیم داشت منفی جی الوم در سینوس تتا 1 منهای بی در تتا 2. کافیه فقط ما بیایم توی این در واقع انتگرال گیرمون این مقدار منفی بی در تتا 2 رو هم اضافه بکنیم. یعنی الان شما چند لحظه فکر بکنید ببینید ما توی حالت اولیه بی در تتا 2 رو نداشتیم. حالا که اضافه شده من بایستی بیام یک مقدار بی رو در خروجی تتا 2، میدونیم خروجی تتا 2 کجا بود؟ ببینید اینجا اگر من برگردم این میشه الان خروج، این سیگنالی که اینجا ما داریم میشه خروجی تتا 2 چون عملا سرعت هست. الان ما باید این رو برداریم یه انشعاب ازش بگیریم، ضرب بکنیم در مقدار b که عملا منفی b هست، در منفی b ضرب بکنیم و جمع بکنیم اینها رو با همدیگه تا ورودی بدیم به این سیگنال در واقع خروجی از این. یعنی وقتی میخوایم انتگرال اولیه رو بگیریم بایستی ورودی به این انتگرال یک مقدار منفی b هم اضافه بشه، منفی b در خود مقدار تتا 2. پس من میام اینجا این گین رو که اینجا داریم یه در واقع سامیشن هم بایستی اضافه بکنیم. بلاک سام رو اینجا داریمش، اینو من میگیرم درگش میکنم میاریم اینجا. حالا یه مقدار این شکل بایستی بزرگتر بشه، این سیگنال رو هم میتونیم حذف بکنیم، این رو بیاریم این وسط قرار بدیم. خب و یه گین دیگه هم نیاز داریم، دوباره میتونیم کنترل رو نگه داریم، این رو بگیریم و درگش بکنیم و برای زیباتر شدن کار میتونیم اینجا یه کلیک راست بکنیم روی این گین و بیایم روی فرمت و این رو در واقع فلیپش بکنیم که برعکس بشه از اینجا. و خب این رو میدونیم که بایستی بیاد به سیگنالش در واقع از این یه انشاب بگیریم و اینجا ضرب بکنیم در منفی b.
خب مقدار B رو میتونیم مثلا مقدار 1/10 در نظر بگیریم، بگیم -1/10 این ضرب بشه بیاد اینجا با هم دیگه جمع بشن و برن وارد این انتگرال گیر بشن. اگر احساس میکنید که این مورد رو نفهمیدید من یه بار دیگه توضیح میدم. ببینید ما توی حالت اولیه مستقیما سینوس رو در -g الم ضرب میکردیم و ازش انتگرال میگرفتیم. حالا به جای که این کار رو انجام بدیم یه ترم دیگه هم اضافه شده، اون ترم هستش یه ضریب b در تتا 2. اما تتا 2 چیه؟ تتا 2 عملاً بعد از اینکه ما انتگرال بگیریم از تتا دات 2، خب تتا 2 به دست میاد. بنابراین خود این سیگنالی که قرار انتگرال گیری بشه خروجیش میشه تتا 2. من از خروجیش اومدم یه در واقع انشعاب گرفتم، ضرب کردم در b و جمعش کردم با همون چیزی که در ابتدا داشتیم. این عملا بایستی الان به درستی جواب بده با مقدار حالا b که ما در نظر گرفتیم -1/10. ببینیم که به چه صورت در میاد. من این رو ران میکنم و روی اسکوپ کلیک میکنیم. خب ببینید دامنه ها داره کم میشه اگر دقت بکنید و این موردی حالا بد نیست بهش اشاره بکنیم. اینجا ما یه جایی داریم میبینیم که این نقاط تیز هستن، به این خاطره که این گام در واقع حل رو سیمولیک ممکنه بزرگ در نظر گرفته باشه و اینجا مقدار زمان هست. من 10 رو مثلا میتونم 5 بذارم. ببینید ران اگر بکنیم اینجا تا 5 ثانیه داره برامون نمایش میده. من برمیگردونم به 10 و این بار فقط میخوام در واقع کاری بکنم که این بزرگ بودن گام که منجر به در واقع تیز شدن نقاط شده از بین بره. الان دقت بکنید اینجا ما یه سری نقاط تیز رو داریم میبینیم. برای این کار میریم به این سربرگ مدلینگ و روی این سیتینگ کلیک میکنیم. در این پنجره‌ای که باز میشه ما بایستی بیایم روی سالور اینجا و خب یه سری از در واقع جزئیاتش رو تغییر بدیم. مکس استپ سایز که به صورت اتوماتیک هست من میذارم 1/100. این دیگه میاد از گام 1/100 استفاده میکنه برای این حل مسئله. دوباره رانش میکنیم. خب روی اسکوپ کلیک ببینید این دیگه کامل نمودارها به صورت نرم در اومد. الان این تاثیر این ضریب استکاک که مقدارش 1/10 هست رو میتونیم اینجا ببینیم. من اگر این رو یه مقدار بزرگتر بکنم مثلا نیم در نظر بگیریم و اجرا بکنیم مسئله رو، ببینید این داره به طور کامل دمپ میشه. اولا اون نوسانگر پاندول میاد و بعد از 10 ثانیه دامنه حرکتش از 1/10 میرسه به حدود مثلا 1/100 تقریبا. و این 1/10 از کجا آمد؟ این 1/10 همون شرایط اولیه‌ای هستش که ما اینجا توی انتگرال گیر دوم خودمون وارد کردیم. میتونیم این رو حالا بیشتر یا کمتر هم وارد بکنیم، هیچ محدودیتی نداره. دقت بکنید که این مقدار 1/10 یا نیم یا هر عددی که ما داریم وارد میکنیم عملا بر حسب رادیان هست. درجه اولیه، اون شرایط اولیه‌ای که این سیستم داره خب بر حسب رادیان هست، چون ما از سینوس استفاده کردیم و میدونیم که آرگومان ورودی سینوس به طور پیش‌فرض در مطلب به صورت رادیان هست. این رو الان دوباره اجرا بکنیم با مقدار نیم ببینیم که به چه صورت در میاد. و دوباره از نیم داره این در واقع پاندول نوسان میکنه و میرسه به اینجا. حالا با افزایش این مقدار دمپر، مقدار این در واقع استکاک، طبیعتا ما میتونیم سیستم رو کاری بکنیم که خیلی زودتر از اینها برسه به اون نقطه پایداری خودش و عملا دیگه نوسانی نداشته باشیم. مثل اینجا الان ببینید تقریبا ما بعد از 10 ثانیه دیگه هیچ نوسانی نداریم. اما بخش دوم این پروژه این هستش که ما بیایم خروجی که اینجا توی سیمولینک داریم رو ببریم در محیط ورک اسپیس مطلب و اونجا کدی بنویسیم که بتونیم رفتار خود پاندول یعنی حرکت پاندول رو بر اساس همین نتایجی که اینجا به دست اومده نشون بدیم و کاربر به طور کامل بتونه این رو مشاهده بکنه. اینجا میتونیم این کار رو بکنیم. کافیه من بیام مثلا از بلاک در واقع مطلب فانکشن استفاده بکنم و یه تابعی بنویسم که خروجی این سیگنال رو برداره و در لحظه برام رسم بکنه. هیچ محدودیتی ما اینجا نداریم. اما اگر این کار رو بکنید متوجه میشید که به دلیل اینکه خب در لحظه داره معادلات رو حل میکنه و انتگرال گیری انجام میده ممکنه اون خروجی کار خیلی خروجی جذابی نباشه. به همین دلیل من توصیه میکنم که حتما خروجی بگیرید به مطلب، یعنی مسئله به طور کامل یک بار حل بشه. بعد از اینکه حل شد شما میتونید توی مطلب خودتون بحث حرکت پاندول رو داشته باشید. خب برای این کار من این بالا سرچ میکنم تو ورک اسپیس. یه بخشش اگر سرچ بکنیم و اینتر بزنیم ببینید اولین بلاکی که اینجا پیشنهاد میده تو ورک اسپیس هست. تو ورک اسپیس رو میاریم و میدونیم که این باعث یکی از این سیگنال ها رو بهش به عنوان ورودی بدیم. توی این کلیک میکنیم. خب این نامش سیم اوت هست. من نامش رو میذارم تتا چون میدونیم که خروجی که ما اینجا داریم
در واقع متغیر تتا هست. این رو میذاریم از نوع structure with time، چون میخوایم هم مقدار تتا رو بده بهمون به همون زمان رو بده، یعنی گام های زمانی مثلا از 0 تا 10 با گام های 100. این رو بهمون بده و اوکی رو میزنیم. کافیه یک بار دوباره این کد رو اجرا بکنیم و اگر الان برگردیم به محیط مطلب ببینید ما اینجا متغیر اوت رو در ورک اسپیس داریم میبینیم. روی اوت اگر کلیک بکنید یه تتا داره و یک تی اوت. تی اوت رو اگر کلیک بکنید خب همون در واقع بردار زمان هستش که از صفر شروع شده و رسیده تا مقدار 10 ثانیه. این رو پس میتونیم ازش استفاده بکنیم، یعنی تی رو نامگذاری بکنیم مثلا متغیری به اسم تی که میشه out dot تی اوت. و اگر روی تتا کلیک بکنید که عملا یک استراکچر هستش، باز دوباره ما اینجا تایم و سیگنالز رو داریم. روی سیگنالز اگر کلیک بکنید اینجا ما ولیو رو داریم و روی ولیوز اگر کلیک بکنید اون مقادیری هستش که اون زاویه تتا در هر لحظه داشته. مقدار اولش نیم هست چون ما خودمون شرط اولیه رو نیم وارد کردیم و این رو اگر حالا اسکرول بکنید بیاید پایین میبینید که مقادیر مختلفی داره. خب هدف ما اینه که از اینها استفاده بکنیم، از این در واقع تتا خروجی، از اون تایم. حالا اینجا یه تایم دیگه هم داشتیم، اگر چک بکنیم اینجا هم یه تایم دیگه داریم. اینها فرقی نمیکنه، هر دو تاشون یکی هست. یعنی چه ما بگیم out dot theta time، چه بگیم که این در واقع سیگنال اولیه اینجا تی out، هر دو تا اینها یه مقدار دارن. میتونیم از اینها استفاده بکنیم، یه کدی بنویسیم که بیاد اینها رو بگیره و حالا اون حرکت پاندول رو برامون شبیه سازی بکنه. پس یه فایل جدید باز میکنیم. توی این فایل جدید اگر ما CLC کلیر بزنیم مشابه همه کدهایی که تا الان داشتیم، اتفاقی که میفته اینه که این متغیر out حذف میشه. پس نباید توی این کد خاص ما کلیر رو بزنیم، فقط CLC رو میذاریم که اگر حالا نوشته یا حالا خروجی توی ورک اسپیس هست، در کامان ویندو هست، حذف بشه. CLC رو میذاریم و میایم اون متغیرها مثل تی و تتا رو میگیریم. میگیم که تی مساوی میشه با، اگر خاطرتون باشه من یه بار دیگه اینو باز میکنم اوت رو و در تتا اگر وارد بشیم ما اینجا تایم رو میتونیم ببینیم. پس کافیه ما بگیم out.theta.time. این رو پس برمیدارم میگم تی مساوی میشه با out.theta.time. این از این. و مقدار خود زاویه تتا. خود زاویه تتا اگر باز توی این وریبل چک بکنیم اینجا ما توی سیگنالز ولیو رو داریم که این ولیو همون مقدار تتا است. پس میشه out.theta.signals.value. پس ما خواهیم داشت out.theta.signals.values. اینها خب استراکچر هستن و حتما آشنایی دارید که ما میتونیم استراکچرها رو چطور بسازیم و چطور ازشون بهره برداری بکنیم. اگر با بحث استراکچر در مطلب آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم ویدیویی که مربوط به بحث استراکچرها در مطلب هست رو در یوتیوب که توسط خود من در یوتیوب مطلب پلاس ارائه شده میتونید مشاهده بکنید. الان ما کار اصلی رو انجام دادیم، یعنی تی و تتا رو گرفتیم. کافی بیایم یه سری کارهای در واقع رسم نمودار و اینجور موارد رو روی اینها انجام بدیم. روشی که اینجا میخوایم در واقع بحث نمودار و انیمیشن رو ایجاد بکنیم مشابه با همون بحث پروژه اولمون که در واقع مربوط به حرکت سقوط آزاد یک جسم بود و انیمیشن حالا سقوط آزاد اون گلوله رو پیاده کردیم. میخوایم دقیقا مشابه با همون این کار رو انجام بدیم. یعنی اول میایم یک فیگر ایجاد میکنیم، توی این فیگر یه مختصات اولیه ایجاد میکنیم با استفاده از مثلا دستور پلات یا دستور لاین و بعد از اون میایم توی هر لحظه با گام زمانی مشخص مثلا یه فریم مثلا 1/100 ثانیه در نظر میگیریم. توی هر یک از این فریم ها میایم مختصات جدیدی از این در واقع پاندول رو به مطلب میدیم و ازش میخوایم که توی اون لحظه برامون نمودار رو رسم بکنه با استفاده از درام ناو. یعنی کلیت کار به این صورتی که من یه شروع اولیه دارم که پاندول رو برامون نمایش میده و در هر لحظه که خودمون تعیین میکنیم این فریم ها به چه صورت باشه بیاد مقدار جدید رو، یعنی آپدیت بکنه مقدار قبلی رو و خب طبیعتا ما میتونیم به عنوان یه بیننده انیمیشن ببینیم. اما خب میدونیم در واقعیت اینها نمودارهایی هستن که پشت سر هم با یه فاصله مشخص دارن رسم میشن. پس میگیم که مثلا یک اکسس ایجاد میکنیم، این باشه اکسس یک فیگر و یک میله میخوایم در نظر بگیریم که با راد نمایشش میدیم. میگیم این راد باشه با استفاده از لاین. فعلا چون نمیدونیم که در واقع میله در چه مختصاتی قرار داره میایم میگیم که خب این رو روی اکسس
ایجاد بکن و میدونیم که این میلمون بایستی حتما یه خط باشه که اون خط مثلا یه ضخامت 2 داره و رنگش مشکی است. پس میگیم که این در واقع کالرش مشکی هست، پس کالر کی رو میذاریم و لاین ویتسش هم مثلا 2 هست، پس اینجا میگیم که لاین ویتس و مقدار 2. فعلا ما این در واقع راد رو رسم نکردیم، اما میگیم که اینطور لاینی رو شما در اون اکسس در نظر بگیرید. علاوه بر این اون متن رو هم ایجاد میکنیم، خود اون گلوله رو میگیم که این هم دوباره لاین باشه روی اکسس. خب اینجا ببینید من گلوله‌ای که دارم میخوام مثلا از نوع دایره باشه، پس بایستی بیام یه مارکر دایره ایجاد بکنم، بعد مثلا دایره رو بیایم قرمز بکنیم، یعنی مارکر فیس بهش بدیم و اون حاشیه مارکر رو هم بیایم بهش بدیم که قرمز باشه. پس میگیم که اینجا یه مارکری باید در نظر بگیریم از نوع او، میگیم مارکر از نوع او باشه و مثلا مارکر سایز مقدارش 10 باشه. و خب حالا رنگش رو هم میتونیم مشخص بکنیم. اگر 3 نقطه بذاریم یه اینتر بزنیم اینجا میتونیم بگیم که مارکر کالر و مثلا آر رو بزنیم و اینجا بایستی من فیس رو هم جا گذاشتم، مارکر فیس کالر که در واقع خود نمای مارکر هست. میتونیم اون ایجش رو هم مشخص بکنیم، اما خب بهتره یه بار رسم بکنیم شما متوجه بشین منظور من چیه، بعد دوباره میام رنگش رو تغییر میدم. خب الان میرسیم به بخش اصلی کدمون، یه حلقه ایجاد میکنیم، میگیم for i از 1 تا در واقع لنگس این بردار T بایستی بیاد X و Y هر مرحله رو حساب بکنه و آپدیتش بکنیم. خب اینجا ببینید من بهش میگم که مثلا X Xی که مربوط به این پاندول هست، یعنی اون جرم ام اصلیمون X، با توجه به اینکه ما توی اون پاورپوینت همین رو داشتیم، اگر برگردیم اینجا ببینید x توی هر مرحله میشه L در سینوس تتا، یعنی فاصله جرم M از مبدأ O اگر xش رو بخوایم مشخص بکنیم میشه L در سینوس تتا و فاصله عمودی اون رو اگر بخوایم لحاظ بکنیم میشه L در کوسینوس تتا. پس اینجا خواهیم گفتش که حالا L رو نداریم، میدونیم که 1 در نظر گرفتیم، میتونیم L رو هم بنویسیم بگیم که L در مثلا سینوس تتا و Y رو هم بگیم که باشه L در کوسینوس تتا و بیام این بالا L رو هم تعریف بکنیم، میگیم که L مقدارش 1 هست، چون میتونه این مسئله به طور کلی برای L های مختلف در نظر گرفته بشه. من اینجا L رو هم نوشتم. خب بعد از اینکه این X و Y محاسبه شد ما بایستی بیایم مختصات اون میله و جرم رو آپدیت بکنیم. پس میگیم که مثلا rad.xdata که اگر یه تب بزنیم چون اجرا نشده فعلا به اون پیشنهاد نمیده، من خودم مینویسم x دیتا مساوی میشه با، خب ببینید مختصات میله میشه از مبدأ تا خود x برای مختصات xش، پس میشه 0 تا x و rad دات y دیتا مساوی میشه با از 0 تا مقدار y که مقدار y توی هر لحظه بایستی محاسبه بشه. اینجا x و y توی هر لحظه محاسبه میشن که فکر میکنم من اندیس i رو اینجا جا انداختم، پس یه i اینجا اضافه میکنیم به این ترتیب. سینوس تتای آی و کوسینوس تتای آی توی هر لحظه حساب میشن، مختصات x و y این میله حساب میشه. دقت بکنید من از 0 تا x و از 0 تا y دادم، چرا که اون شکل رو اگر باز دوباره به پاورپوینت مراجعه بکنیم ببینید برای اینکه ما m رو بتونیم نشون بدیم میدونیم که از این مبدأ تا خود m رو باید رسم بکنیم، پس میشه از 0 تا مثلا اینجا که مقدار yش میشه L در کوسینوس تتا و مقدار xش میشه L در سینوس تتا. خب این رو داشته باشیم و حالا بیایم باز مختصات جرم رو هم آپدیت بکنیم. این شد مربوط به میله و مختصات جرم هم طبیعتا خیلی ساده است دیگه، اونجا نیاز نیستش که از صفر باشه، میشه خود اون x و y. میتونیم بگیم که mass دات مثلا x دیتا مساوی میشه با خود x و mass دات y دیتا مساوی میشه با خود y. کافیه اینجا دستور draw ناو رو بزنیم که بگیم در این لحظه اینها رو رسم بکن و یه مقداری همین رو پاز بکنیم، بگیم مثلا به اندازه 1/100 1/100 ثانیه شما این رو پاز بکن و باز بعدی رو رسم بکن و این اتفاق پشت سر هم تکرار بشه. اگر این کد رو با نام مثلا PR6 PR7
سی ذخیره بکنیم، اجرا بکنیم ببینیم که به چه صورت در میاد. خب اینجا یه خطا از ما گرفت در خط شماره 9. برمیگردیم به خط شماره 9. اینجا میکر مارکر بایستی بشه، به این صورت اشتباه شده بود. خب این رو میذاریم. دوباره یه خطا داریم در خط 16 که x دیتا، ببینیم درست میشه. آره این دیا رو بایستی به بزرگ بنویسیم، ظاهرا روی اینها حساس هست. خب دوباره اجراش میکنیم. ببینید الان کد داره اجرا میشه، فقط یه مشکلی که داره، اون مشکل رو الان من میتونم برطرف بکنم. اجازه بدیم که این به طور کامل اجرا بشه. میتونیم حالا کنترل سی هم بزنیم که این متوقف بشه. ببینید الان مشکلی که ما در این نمایش این در واقع نمودار داریم اینه که این در واقع محدوده محورها ثابت نیست. به همین دلیل ما داریم این نمودار رو خیلی به هم ریخته میبینیم. من میام ایکس لیمیت میزنم، یا اینکه میتونیم از این اکسس این بالا بگیم که اکسیس و مربوط به این اکسسی که ساختیم، حالا لیمیت رو بایستی بگیم. ببینید توی راهنمای لحظه ایش داره لیمیت رو برامون مشخص میکنه که یک برداری بایستی باشه که 4 تا المان داشته باشه. گفته 4 element vector. پس یه بردار ایجاد میکنیم. خب طبیعتا اول x رو بایستی بدیم و بعد y رو. کمترین مقدار بردار x رو میذارم مثلا منفی 1.2 ضرب در l، و بیشترینش رو میذارم خود 1.2 ضرب در l که اون L رو هم 1 در نظر گرفتیم. و کمترین مقدار Y رو میدونیم که در واقع باید حتما مثلا منفی 1.2 بذاریم. یه مقداری بذاریم که اون طول در واقع آونگ که 1 هست بیشتر باشه. پس میگیم منفی 1.2 در دوباره L، و مثبتش خیلی اهمیت نداره، مثلا 2 در L میذاریم به این ترتیب. این رو اینجا داشته باشیم، یه سیمیکالون میذاریم، اجرا میکنیم. خب ببینید الان ما نوسان این آونگ رو داریم میبینیم، اما یه مشکلی که اینجا اتفاق افتاده اینه که من مختصاتم رو خیلی جالب وارد نکردم. ببینید مختصات رو بایستی از مثلا صفر تقریبا در نظر بگیریم تا 1.2. و مورد دیگه ای که هستش اینه که در واقع اینجا من در تعریف مختصات وای ال در کوسینوس تتا درسته، اما میدونیم که این در واقع پاندول به سمت پایین هست. پس اگر یه منفی اینجا بذاریم احتمالا دیگه این قضیه درست بشه. منفی رو میذاریم، ببینید اینجا دیگه درست شد. برای بهتر شدن این نمایش ما میتونیم هم گرید آن بزنیم و همین که بیایم مقدار زمان رو، یعنی اون تایمی که از 0 تا 10 داره سپری میشه رو به عنوان تایتل در بالای این نمودار نمایشش بدیم. پس اول این گرید آن رو مشخص بکنیم. این بعد از اینکه اکسس تعریف شده بگیم که گرید آن، این رو داشته باشیم. و اینجا بعد از اینکه در واقع درانو رو داریم میزنیم بیایم یک تایتل اضافه بکنیم که این تایتل داره زمان هر لحظه رو نشون میده. بگیم که تایتل، خب روی اون اکسس میخوایم تایتل بزنیم و اینجا بگیم که اسپرینت اف. توی اسپرینت اف ما بایستی فرمت اسپسیفیکیشن رو وارد بکنیم. فرمت اسپسیفیکیشن یعنی اون ساختاری که میخوایم متنمون نمایش داده باشه. من توی این ساختار میخوایم بنویسه که تایم و بعد مثلا مساوی بذاره با، خب بعد خود اون عدد رو میخوایم نمایش بدیم. میگیم که تایم مساوی بشه با، اینجا میایم اون فلگ رو قرار میدیم که در واقع میگیم یه علامت درصد میذاریم مثلا 0.2 اف. این به این معنیه که تا 2 رقم بعد از اعشار باشه و اون اف هم خب نشون دهنده فیکس پوینت هستش، یعنی داره از نوتیشن فیکس پوینت استفاده میکنه. نوتیشن اختصاصی مطلب برای نمایش اعداد اعشاری با مثلا 16 رقم بعد از اعشار هست، ولی خب من محدودش کردم به 2 تا. بعد از اینکه این رو نشون داد یه اس هم میزنم که یعنی این بر حسب ثانیه هست. دقت بکنید که در این نوشتاری که ما اینجا ایجاد کردیم این بخش، یعنی از درصد تا 2f، این میشه یه عدد. تایم مساوی و این اس میشن از اون کاراکترهای ثابت. و بعد از اینکه این رو اینجا نوشتیم بایستی بیایم بگیم که حالا چی رو به عنوان اون 0.2 f نشون بده. اینجا ما میخوایم که مقدار t رو نشون بده، پس میشه گفت t هر مرحله یا t i. این رو بذاریم اجرا بکنیم. خب ببینید ما در بالا داریم زمان رو میبینیم و این پاندول هم داره به خوبی نوسان میکنه و دمپ میشه. تقریبا تو 6 ثانیه این دیگه دمپ شد. حالا میتونیم باز برگردیم به سیمولینک و اونجا با تغییر پارامترها بتونیم در واقع نمودار دیگه ای رو شاهد باشیم. من اینها رو میبندم چون دیگه فعلا به این وریبلز ها نیازی نداریم. برمیگردم به محیط سیمولینک. این رو میتونیم مثلا با تغییر این مقدار گین در واقع این دمپر سیستم رو عوض بکنیم. من بهش میگم مثلا منفی 0.2. این رو اوکی میکنیم. شرایط اولیه رو هم تغییر میدیم، به جای نیم مثلا بذاریم از 1 باشه و اوکی رو بزنیم اجرا بکنیم. خب این اجرا شد. میتونیم برگردیم به مطلب و کد رو اجرا بکنیم. ببینید
الان هم شرایط اولیه تغییر کرد و هم مقدار دمپر. یا حتی میتونیم سرعت اولیه به این بدیم، برگردیم به سیمولینک. اینجا یه سرعت اولیه مثلا به اندازه 5 صدم به عنوان سرعت اولیه بهش بدیم و اجرا بکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. برگردیم به مطلب، کد رو اجرا بکنیم. ببینید یه مقداری دامنه نوسان بیشتر شد. خب علاوه بر این ما میتونیم اون نموداری که با اسکوپ رسم کردیم رو هم اینجا بیاریم با استفاده از کدنویسی توی مطلب رسم بکنیم. ممکنه خب یه مقدار حرفه‌ای تر بتونیم این کار رو انجام بدیم. طبیعتا دستمون اینجا خیلی بازتر هست. و به عنوان آخرین مثال اینجا بد نیست بیایم مثلا یه شرط اولیه این سرعت رو صفر بکنیم، یعنی سرعت فعلا نیازی نیست باشه. یه شرط اولیه بیشتر بهش بدیم، مثلا بگیم که از زاویه پی دوم یعنی 90 درجه این رها بشه و خب مقدار دمپر رو هم که همون 2 دهم در نظر گرفتیم این رو اجرا بکنیم ببینیم که انیمیشن این مورد به چه صورت در میاد. این رو دوباره کد رو اجرا میکنیم. ببینید از این بالا رها شد و خب توی هر در واقع نوسانی که داره میبینیم که این مقدار دامنه نوسان داره کاهش پیدا میکنه تا جایی که دیگه در نهایت به صفر برسه. این پروژه رو من خب توی سیمولینک اول شبیه سازی کردم و بعد لینکش کردم با مطلب و میبینیم که اینجا یه ضعفی که این پروژه داره این هستش که ما مجبوریم برگردیم به سیمولینک، در واقع اون متغیرها و پارامترهامون رو تغییر بدیم و بعد دوباره بیایم توی مطلب کد رو ران بکنیم. به عنوان یک تمرین و بهبود این پروژه پیشنهاد میکنم که شما بیاید اینو یک پارچه بکنید یا کل سیمولینک رو در محیط مطلب، یعنی در واقع اون مدل رو بیارید پارامترایزش بکنید، عملا پارامترهای سیمولینک رو در مطلب به صورت ورودی بدید در این محیط در واقع ادیتور و بعد استارت بکنید اون در واقع مدل رو بگید که حل بکنه و خب خروجی رو داشته باشید، یا اینکه این رو کلا ببرید اونجا که البته مورد اول خب بهتر هست. این رو به عنوان یه تمرین شما تا در واقع بارگذاری ویدیو چالش بعدی میتونید داشته باشید و بهش فکر بکنید که میشه در واقع مورد جالبی از این کار گرفت. همچنین میتونید یک محرک داخلی، یک عملا مثلا گشتاور ورودی به این مجموعه اعمال بکنید که طبیعتا این بایستی در معادلات دیفرانسیل در اون ترم دوم ظاهر بشه به عنوان مثلا یک حالا موتوری که داره یک در واقع گشتاوری به این مجموعه اعمال میکنه، طبیعتا تأثیر خواهد داشت روی خروجی مسئله و ادامه این مسیر رو از دست ندید. ما در یوتیوب مطلب پلاس چالشی تحت عنوان 10 پروژه در مطلب رو ایجاد کردیم و این هفتمین چالش از این مجموعه 10 تا پروژه بود و در پروژه بعدی قراره که بپردازیم به مهمترین روش‌های تخمین و محاسبه عدد پی و سعی می‌کنیم برنامه اونها رو در مطلب بنویسیم که بتونیم با یک برنامه خیلی ساده عدد پی رو تا اه، مقدار مناسبی تخمین بزنیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. فعلا خدا نگهدار.